دوستای عزیزم سلام، امیدوارم حال دلتون خیلی 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 خوش اومدید به ویدیو جدید با من و البته آنباکسینگ بعد از تقریبا 7-8 ماه طول کشید و میخواستم با یه ویدیو خیلی قوی برگردم. نمیخواستم همونجا آنباکس کنم و بگم آقا بی‌نظیره و برید همینو بخرید و نه، میخواستم یه دونه آنباکسی باشه که حداقل توش توضیحاتی داده بشه. چون من ندیدم تو یوتیوب حداقل فارسی، من ندیدم کسی بخواد اه، توضیح بده راجع به پد 6 شیائومی، راجع به مثلا در ارتباط با گیم. بودن کسایی بودن که گیم باهاش میزدن، ولی اکثرا، حالا نمیخوام ادعایی بکنم بگم من پرام، نه هیچی نیستم، در حدی بودن که فقط مثلا با یه حاد دو انگشتی سری میرفتن یه دو تا بات میزدن، چه میدونم 10 تا کیل یهو توی سرور بات میزدن و میگفتن آقا عالیه. نمیخواستم اونجوری باشه، چرا که اکثر پلیر هایی که آیپد رو انتخاب میکنن تورنمنت پلیرن. یهو میبینی توی بلک مارکت 100 نفر روبروشونه و اون لحظه است که باید آیپد خودشون رو نشون بده نسبت به دیوایس هایی که وجود داره. در واقع این آیپد رو من تقریبا نزدیک 7-8 ماه میشه که استفاده میکنم. این آیپد که من میخوام بهتون بگم عزیزای من واقعا عالی. دو سه تا نکته داره بهتون بگم ولی در کل عالیه. تا الانی که من ازش استفاده کردم بی‌نظیره. من اون موقع آبان 1403 خریدمش 18 میلیون و 199 هزار تومن. الان همون آیپد شده چقدر شده؟ 29 میلیون و 500 هزار تومن فکر کنم. بله، اینجا سایت تروپ 29 میلیون و 500 هزار تومن. قیمت کمی نیست، واقعا قیمت زیادیه. الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم پد 7 هم وارد بازار شده. این آیپدی که من میخواستم بخرم پد 6 نبود، پد 6 پرو بود. یا حالا من بودجم نرسید، اون موقع 28 میلیون تومن بودجم نرسید، اینو خریدم. الان این شده 29 میلیون. نمیدونم چی بگم، واقعا میارزه نمیارزه 29 میلیون تومن. اگه کسی داره خب و دنبال یه تجربه جدیده، من اون موقع یه دونه گوشی، حالا تازم اومده بودا، تازم که نه فکر کنم یه چند ماهی بود اومده بود، و به اسم گوشی آقا پوکو ایکس 6 پرو، همین که الان خیلی ها دارن. من میتونستم اونو بخرم، میتونستم اینو بخرم. انتخاب کردم که آیپد پلیر بشم. واقعا خیلی خوشگله حاجی. تو ویدیو قشنگ مشخصه، کلمو بردارم عالی میشه. واقعا خوشگله، خیلی خوشگله حاجی. بعد نازک انقدر، واقعا عالیه. کار ندارم. تصمیم گرفتم آیپد پلیر بشم و از گوشی پلیر بودن یهو چنج کردم رو چی؟ آیپد پلیر شدم. مشکلاتی به همراه داشت، مثل حادی که اصلا تسلطی روش نداشتم. دو، اه، چیزی که مهمترینه، سنسی که من موبایل پلیر بودم یهو اومدم روی آیپد، سنسم کلا به هم ریخت. من تا 4 ماه پیش میتونستم پلی بدم ولی اون چیزی که میخواستم نبودم. الانم چیز خاصی نیستم ولی خب حالا بهتر پلی میدم نسبت به اون موقع. اصلا ادعای خاصی ندارم، الان بهتر پلی میدم نسبت به اون چیزی که بودم. اه، آقا الان یه دونه پد 7 هم وارد بازار شده، قیمت اون 26 میلیون تومن، 27 میلیون تومن، حالا با چیز ایناش در میاد 27 میلیون تومن. پردازنده اون اسنپ دراگون 7S نسل 3، عالیه. پردازنده اون عالیه.
اینم عالیه. ببینین بیارم. کسی راجع به چیزی نظر میده که اونو رو داشته. من خودش نمیتونم بیارم راجع به اون دستم نظر دیگه خاصی بده. بدم. آقا من نداشتمش، نمیدونم والا چیه، چرا بخوام نظر بدم یکی دیگه هم گمراه کنم. این چیزی که ولی 100% حالا شاید بهتر باشه، من نرفتم مقایسه هاشو ببینم، ولی من اومدم راجع به چیزی حرف بزنم که خودم داشتم، خودم دهنشو سرویس کردم. طوری که میگم دهنشو سرویس کردم فقط گیم زدن من نه. من 3 تا کار ازش کشیدم. ویدیو ضبط کردن برای یوتیوب، ویدیو ضبط کردن برای اینستاگرام، ریلز میگم ضبط برات کردن. درست کنم. حالا این دوتا میگید چه فرقی داره؟ روی یکی بازی میکنی میری. ببینید بچه ها، یه ببین چیزی چون مثل انستاگرام اینستاگرام بلد باید یه نیستم خب جوری پلی خودم بدی که بکنم. مردم که نگاهت میکنن حال کنن. اونجا رو من برای ویدیوهایی که بخوام برای اینستاگرام ضبط کنم میرم توی تورنمنت، یهو 100 نفر بلک مارکتن. اه، خب بالاخره باید فرق یک گوشی قوی و ضعیف مشخص بشه اونجا. ایشالا که همه بتونن یه دیوایسی بخرن که حداقل کارشون رو راه بندازه و بتونن یه بازی خیلی خفن رو انجام بدن، چون ایرانیا واقعا استعدادشو دارن. آقا حالا برگردیم سراغ بحثمون. جلوی 100 نفر لگ نزنه در حالی که داری ازش رکورد بازیت روشنه، داری ازش رکورد میگیری. از یه طرف رکورده، از یه طرف تو داری چیز میکنی، بازی میکنی. یهو ممکنه توی فایتی باشی 10 نفر جلو. هنگ نکنه آقا، هنگ نکنه. به معنای ساده هنگ نکنه، لگ نزنه. واقعا این کارو نکرد. من رو کیفیت لو رو های با اون آخریه، اولی رو اولیه، آخری هم رو ته تهش چسبوندم آخرین حالتش. عالیه بچه ها. 90 FPS پایدار بهتون میده. ببین من اطلاعات خاصی راجع به چیز ندارم حقیقتشو بخواید، پد 7، ولی اینی که من دارم عالیه. کسی اگه بودجهش میرسه، الان که دارم این ویدیو ضبط میکنم 9,500,000 قیمتش، با یه دونه گلس و یه دونه بیمه بخوای بکنی 30,000,000 شما باتون در میاد. باز دارم بهتون میگم یه تبلتیه که عالیه. خدایی دارم میگم پا به پای. ببینید آیپد یه چیز دیگه است، یه چیز واقعا چیز دیگه است، اصلا نمیشه بحثی راجبش کرد و چی میگم. یه چیز خیلی خفنه، ولی اکثر ما بودجه اون رو نداریم که بخوایم بریم 60 میلیون 70 میلیون تومن بدیم آیپد بخرم. چه میدونم، میدونین بازه هم نیست بگی آقا خب باشه اینو نمیخرم، خب 2 میلیون 3 میلیون میذارم روش میرم آیپد رو میخرم. نه اصلا اینطوری نیست. قیمت آیپد یه چیزی هلوش 30 میلیون تومن، از این گرونتره. کمترینش ها. الان بخوای آیپد 2024 رو بخری حداقل 120 میلیون تومن براتون در میاد، چیزی بالغ بر 90 میلیون تومن اختلاف. خیلی زیاده. ببینید اگه دارید، من دارم بهتون میگم بخرید. یه چیزی بهتون میگم، منی که دارم حداقل با تبلت بازی میکنم، نمیگم آیپد، من آیپد پلیر نیستم، با تبلت دارم بازی میکنم. تبلت و آیپد یه چیز نامردی هن اگه جلو گوشی قرار بگیرن. کسی که آیپد داره، تبلت داره، نامردیه که بخواد جلو یه دونه موبایل پلیر قرار بگیره. ببینید موبایل پلیر انگشتی هم میشه روش بازی کرد، کسی که موبایل پلیر باشه میتونه آقا انگشتی، ولی تسلط کافی رو نداره. این قبول کنیم آقا تسلط کافی رو نداره. من رو آیپد 6 انگشت بازی میکنم، یه انگشت برای اسلاید، یه انگشت برای چیز، هر کدوم یه چیز مجزا رو دارم. تسلطی که من دارم هیچ وقت یه موبایل پلیر نمیتونه 6 انگشت بازی کنه. ببینید موبایل دارم خودم قبول میکنم 4 انگشت اوکیه، واقعا هم اوکیه. داریم موبایل پلیرهای سطحی هم داریم که دارن بازی میکنن و اشغال میکنن، ولی خودتونم میدونید، همه ما میدونید آیپد یه چیز دیگه است. حس و حالی که داره با آیپد. من خودم موبایل پلیر بودم 3 سال من تقریبا با موبایل بازی میکردم. من
گوشی اولی که بازی کردم A10s بود، بعد پوکو ایکس تیری NFC بود، نه پروشم. اونو فروختم، یه دونه پرو خریدم، اونو فروختم، بعدش یه دونه دیگه پرو خریدم چون اون خراب شد. میگم بعد از اون همه من اومدم سراغ پد 6 یامی. آها بعدش هم یه دونه A34 خریدم، بعد اومدم سراغ این. واقعا یه چیزی دیگه است بچه ها. من روی گوشی با ژیروسکوپ پلی میدادم، بعد ژیروسکوپ پلی میدادم و خیلی چیز خیلی خفنی هم بود. من خدای رو گوشی عالی بازی میکردم. آقا یه دقیقه من یه کم آب بخورم واجی، یعنی اون خوش شد. داشتی یا برید خوراکی ها رو بیارید پا ویدیو بشید بخورید. آخه الان بهترم، 10 دقیقه دارم یک کوب حرف میزنم. آقا داشتم میگفتم خیلی من با ژیروسکوپ خوب پلی میدادم. یهو اومدم رو آیپد، سنسم تغییر کرد، پادم تغییر کرد، و از همه مهمتر و بلای جون من ژیروسکوپم دیگه نداشتم. اون ژیروسکوپی که من نداشتم تقریبا یه ماه طول کشید که من اونو فقط فراموش کنم. آقا تبلت رو میگرفتم دستم مثلا میچرخوندم. کسی که داره با گوشی بازی میکنه به نظرم با ژیروسکوپ بازی کنه، این نظر منه، عالیه براش. ولی کسی که با آیپد نه. آقا خلاصه لپ کلمو بهتون بگم، آیپد فوق العاده ایه. لگ نمیزنه، نترسید اصلا، بابت لگ نترسید. اینو کسی داره بهتون میگه که 4-5 سال آقا من که با شیائومی قرارداد نبستم، شرکت پدرم که نیست، دارم روک و راست بهتون میگم، چیزی که خودم استفاده میکنم لگ نمیزنه، نترسید. خیلی عالیه. فقط 3 تا مورد رعایت کنید. یک، وقتی خریدید 1,000,000 تومان بذارید کنار که باید کولپد رو براش بخرید. 100%. کولپد برای آیپد نیازه، نه فقط آیپد شیائومی، نه فقط آیپد اپل، نه فقط آیپد سامسونگ، همشون نیاز دارن که خنک بشن. و اینکه یک مورد دیگه، اگه میخواید خیلی خفن پلی بدید روش و بهترین FPS ممکن رو بگیرید، بچه FPS رو ریجستر تیرتونم تاثیر داره. تست کردم، اینو دارم بهتون میگم، بعد از 7-8 ماه دارم بهتون میگم. گوشی قبلی من 45 FPS میگرفت، A34 45-50 FPS میگرفت، این 90 FPS میگرفت. واقعا ریجستر تیرم عالی، هیولا. کیفیتتون رو بذارید رو لو، بالاترین اون دو تا حالت داره تو گرافیکتون، اولی رو لو، آخری رو آخرین ترین حالتش. اینم از این. و اینکه ببینید بستگی به تسلط خودتون داره ها. کسی بهتون گفت بیا هاد آیپد بدم، باور نکن. هاد آیپد اصلا هاد گوشی هم بستگی داره، بتونید عادت کنید. ببین 2-3 تا برو یه دونه هاد بچین، 2-3 جاشو تغییر بده، اون چیزی که خود دوست داری رو انجام بده. من 2-3 تا هات تست کردم، یه دونه‌شو خودم دوست داشتم چیدم، سنسمو به سبک خودم چیدم. و اینکه آیپد بهترین گزینه 6 تا انگشت باش بازی کردنه. نه ببین بالاترم میشه ها، ولی خیلی بهتره که چی باهاش 6 انگشت. فکر نمی کنم مطلب دیگه ای مونده باشه. گفتم دیگه بهترین، اگه میخواید بخرید بودجهشو دارید برید بخرید قلبای داداش. اینم برای بچه‌ای که خیلی دوست داشتن، هی گفتن داش کسرا تو رو خدا بگو ببینیم آیپد چیه، تو رو استریم با آیپد بازی میکنی، خوب ما بخریم چطوری. آقا بهتون گفتم بازم میمونه برای خودتون، اگه دوست دارید برید بخرید. دوستتون دارم. اینم از ویدیوی بنده، خیلی مخلصیم. فعلا خدا نگهدار.